دفاع مسخره قزوینی. آیا اینی که وقتی میاره یه تیکه‌ای کلمه یعنی رو حداقل این دوستان شما که داشتن تقدیم می‌کردن کلمه یعنیش حداقل مینداختن تا مردم یه مقداری کاملا واضح نبینن تدلیس شما را. آج آقا کلیپ ما که یعنی توش بود، چرا بهش اشاره نکردی؟ مگر ندیدی یا خودت زدی به اون را؟ یک بار دیگه با هم ببینیم تا آج آقا بدونه کلیپ ما یعنی ایشون توش هست. آیت الله قزوینی و قسم دروغ را در حد یک بحث علمی بگذاریم، این را به تهمت و تشر نکشانیم، این را به تکفیر نکشانیم به خاطر اینکه فلانی وسیله را قبول نداره. جناب عالی جناب آیت الله قزوینی وقتی ازشون پرسیده میشه که آقا علمای زاهدان توسل رو قبول ندارن، آیا شما اونها را کافر میدونید؟ میگه بله ما کافر میدونیم. جناب آیت الله، آیا شما که عالم هستید، شما که اصول خوندید، شما که قواعد جرح و تعدیل مدعی هستید که بلدید، مگر شما نمیفهمید؟ شما نمیدانید که آقا جان کسی را به خاطر تعویل کافر نمی کنن؟ شما در اصول نخوندید؟ با تعویل کسی کافر نمیشه. علت این که علمای اهل سنت شیعه را مطلقاً کافر نمیدانن چی است؟ علتش همین است، میگن آقا اینا تعویل میکنن، معول هستن، چون تعویل میکنن نمیشه کافرشون گفت. شما با چه جرأتی میایید میگه که بله آقا توسل رو نمیدونم قبول ندارن ما کافر میدونیم؟ درست نیست. وقتی جناب عالی به عنوان یک آیت الله با این منطق میایید صحبت میکنید، تکفیر میکنید، وقتی میایید علنا میگید معاویه کافر است، نعوذ بالله، چه انتظار دارید یک جوان سنی در جامعه شما با یک جوان شیعه که برادر و همسایه و همکار و خویشاوند و شاید داماد و این داماد باشه و اون برادر خانم باشه یا عکسش، چه انتظار دارید که این دوتا جوان با همدیگر رابطهشون چجوری بشه در آینده؟ و دوباره ایشون برای اینکه این مسئله رو اثبات کنه متاسفانه مثل بقیه موارد دوباره دست به دروغگویی‌های عجیب و غریبی میزند و ایشون میفرماید حضرت عالی وقتی ازتون سوال شده که علمای زاهدان توسل رو قبول ندارید، فرمودید این علمایی که توسل رو قبول ندارن کافرن. من نمیدانم با چه زبانی بگم، این آقا اصلا دروغ گفتن براش مثل آب خوردن، بهتان بستن براش مثل آب خوردن، افترا زدن خیلی ساده هست. حالا از قیامت نمیترسه، خب یقینم داریم نمیتونه، اگر از قیامت بترسه خب حتاکی نمیکنه و از حساب و کتابم نمیترسه، حداقل از آبروش بترسه. ایها الناس، من دارم رسما اعلام میکنم اینجا، والله تالله بالله به مقدسات قسم، بنده تا به حال نگفتم علمای اهل سنت زاهدان که توسل را قبول ندارن کافر هستن. یعنی با مبنای ما نمیسازه. این مبنای ابن تیمیه شماست، شیخ الاسلام شماست، محمد ابن عبدالوهاب شماست که میگه هر کس برای شما عرض کنم متوسل بشه کافره. اصلا من نمیدونم این آقا چیه اصلا، چه اعجوبه ایه و چی کار داره میکنه. یعنی برای آبرو و حیثیتش هم ارزش قائل نیست. اگر واقعا راست میگی، یک نمونه یک جا سخنرانی بنده میگی که از من سوال کردن، یک جا سوال بیار. اگر واقعا آوردی که بنده گفته باشم که چون علمای زاهدان توسل را قبول ندارن کافرند، بنده هر چه شما گفتید قبول میکنم. اگر نتوانستید، من میگم لعنت خدا و ملائکه و جمیع و جن انس و لعنت عزیزترین بنده خدا حضرت ولی است بر تو و بر کسانی که این چنین تو را بی تربیت بار آوردن، بر هر چه دروغگوه، به هر چه آدم دروغگو هست و هر چه آدم بهتان زنه، هر چه آدم افترا زنه. والا من نمیدانم اصلا این چیه اصلا.
واقعا انسان به یاد امیرالمؤمنین میفته که یک سری افراد بی حیا اطرافش بودن، گرفتار بودن، فرمود لقد ملأتم قلبی قیها، قلب مرا خون کردید شماها. حالا واقعا نمیدانم، ما شنیدیم که واقعا این بی حیایی های دودمان بنی امیه را که نسبت به ائمه بهتان میزدن، افترا میزدن، برای شما عرض کنم بالای منبر لعن میکردن، فحش میدادن، ولی یعنی یه مقدار میگفتم خدایا آخه یک انسان میتونه اینقدر وقیح و بی حیا باشه؟ ولی ما داریم میبینیم واقعا مرد نیستی، اینقدر مردانگی نداری. خب حرف نزن، مجبوری که حرف بزنی تو که تو مثل عضو بخوام خر تو گل فرو بری دیگه نتونی بیای بیرون. بابا آبروی خودت در نظر بگیر، آبروی این شبکه را. من نمیدونم این احمق‌هایی که میان این رو علم میکنن به عنوان یک کارشناس میارن، اینا عقلشون کجا رفته؟ اما واقعیت چیست؟ هر فردی آخوند باشه، معلم باشه، استاد دانشگاه، کشاورز باشه، وقتی بیاد توسل به انبیا، توسل به ائمه و اولیا را زیر سوال ببرد، ما او را سنی نمیدانیم، یعنی مسلمان نمیدانیم اونها را، چون این حرکتی است خلاف قرآن. بله. در مورد این که شما فرمودی جلسه قبل که کسی که روی توسل قدم بگذارد ما او رو مسلمان نمیدونیم. حالا من نمیدونم شما مثلا این علمای اهل سنت که مثلا تو زاهدان هستن، حاضر علمی زاهدان، هیچ کدوم توسل قبول ندارن، اینا رو همه رو شما تکفیر میکنید؟ بله ما تکفیر میکنیم. یعنی بله، تکفیر یعنی که به عنوان این که توسل منطق قرآن، انکار قرآنه. بله. قرآن میگه بله. وابتغوا الیه الوسیله، آیه 35 سوره مائده. این دیگه کسی بیاد بگه توسل باطل شرکه، این خلاف قرآن، انکار آیه قرآنه. بله. هر کس باشه، چه شیعه، چه سنی، چه حوزه علمی زاهدان باشه، چه حوزه علمی عربستان سعودی باشه، قرآن میگه وابتغوا الیه الوسیله. حالا من نمیدونم شما مثلا این علمای اهل سنت که مثلا تو زاهدان هستن، حوزه علمی زاهدان، هیچ کدوم توسل قبول ندارن، اینا رو همه رو شما تکفیر میکنید؟ بله ما تکفیر میکنیم. بله ما تکفیر میکنیم. بله ما تکفیر میکنیم. حالا من نمیدونم شما مثلا این علمای اهل سنت که مثلا تو زاهدان هستن، حوزه علمی زاهدان، هیچ کدوم توسل قبول ندارن، اینا رو همه رو شما تکفیر میکنید؟ بله ما تکفیر میکنیم. بله ما تکفیر میکنیم. بله ما تکفیر میکنیم. ظاهراً تأثیر شبکه جهانی کلمه بر جامعه تشیع به قدری بوده است که جناب آیت الله را به فراموشی واداشته تا جایی که گفته‌های خود را منکر می شود و بر آن سوگند دروغ یاد می کند و راهی جز ناسزاگویی نمی یابد و اقدام به استعمال الفاظ شنیعی می کند که در شأن یک روحانی نیست. اگر واقعا راست میگی، یک نمونه، یک جا سخنرانی بنده میگی که از من سوال کردن، یک جا سوال بیار. اگر واقعا آوردی که بنده گفته باشم که چون علمای زاهدان توسل را قبول ندارن کافرند، بنده هر چه شما گفتید قبول میکنم. ایها الناس، من دارم رسما اعلام میکنم اینجا، والله تالله بالله به مقدسات قسم، بنده تا به حال نگفتم علمای اهل سنت زاهدان که توسل را قبول ندارن کافر هستن، یعنی با مبنای ما نمیسازه. حالا من نمیدونم شما مثلا این علمای اهل سنت که مثلا تو زاهدان هستن، حوزه علمی زاهدان، هیچ کدوم توسل قبول ندارن، اینا رو همه رو شما تکفیر میکنید؟ بله ما تکفیر میکنیم. بله ما تکفیر میکنیم. بله ما تکفیر میکنیم. ایها الناس، من دارم رسما اعلام میکنم اینجا، والله تالله بالله به مقدسات قسم، بنده تا به حال نگفتم علمای اهل سنت زاهدان که توسل را قبول ندارن کافر هستن، یعنی با مبنای ما نمیسازه. حالا من نمیدونم شما مثلا این علمای اهل سنت که مثلا تو زاهدان هستن، حوزه علمی زاهدان، هیچ کدوم توسل قبول ندارن، اینا رو همه رو شما تکفیر میکنید؟ بله ما تکفیر میکنیم. بله ما تکفیر میکنیم. بله ما تکفیر میکنیم. سبب خیر کار خدا خواهد. ما اینا رو عدوی خودمون نمیدانیم، اینا رو ما رفیق خودمون، دوست خودمون میدانیم، دارن با این کارشون خدمت میکنن به ما. اینا از اهل سنت نیستن، اینا شکست خدا. نه اینا رو ما اهل سنت نمیدانیم اصلا و ابدا. یعنی اون کسی که بیاد روی توسل قدم بگذاره، یعنی اهل سنت قاطبتاً توسل را مشروع میدانن. هر فردی آخوند باشه، معلم باشه، استاد دانشگاه،
کشاورز باشه، وقتی بیاد توسل به انبیا، توسل به ائمه و اولیا را زیر سوال ببرد، ما او را سنی نمیدانیم، یعنی مسلمان نمیدانیم اونها را، چون این حرکتی است خلاف. سخنان قبل ایشون که داد میزند قبلش رو نذاشتن ربطی به مسئله نداشت. این که اهل سنت قاطبتا توسل را قبول دارند. در اینجا میگوید هر کس توسل به انبیا و اولیا را انکار کند مسلمان نیست، یعنی کافر است. وابتغوا الیه الوسیله الذین یبتغون الیه الوسیله، این کاملا واضح و روشنه. یعنی اگر کسی توسل را انکار کنه به صراحت میگه وابتغوا الیه الوسیله را من قبول ندارم. این واضح روشن آیه از محکمات متشابهات هم نیست. و اضافه شما خودتون توسل به عمل صالح رو قبول دارید. ابن تیمیه شما توسل رو قبول داره به عنوان یک امر برای شما عرض کنم، توسل به عمل صالح رو قبول دارید شما. و این آقا که میگه علمای زاهدان که توسل رو هیچ کدام قبول ندارن، دروغ محض. ما هیچ عالم سنی ما سراغ نداریم که توسل را منکر باشه. بابا مردم بدانید توسل به عمل صالح رو خود ابن تیمیه قبول داره، محمد ابن عبدالوهاب هم قبول داره. در کلیپ قبلی آج آقا گفت کسی که توسل به انبیا و اولیا را انکار کند ما اون رو مسلمان نمیدانیم. اما در این کلیپ میگوید بابا توسل به عمل صالح را همه قبول دارند، که این خودش تناقضاتی است که بیان میکنند. در مورد این که شما فرمودی جلسه قبل که کسی که روی توسل قدم بگذارد ما او رو مسلمان نمیدونیم. حالا من نمیدونم شما مثلا این علمای اهل سنت که مثلا تو زاهدان هستن، حاضر زاهدان، اینا هیچ کدوم توسل قبول ندارن، اینا رو همه رو شما تکفیر میکنید؟ بله ما تکفیر میکنیم. یعنی تکفیر که به عنوان این که توسل منطق قرآن، انکار قرآنه. قرآن میگه وابتغوا الیه الوسیله. این دیگه کسی بیاد بگه توسل باطل شرکه، این خلاف قرآن، انکار آیه قرآنه. هر کس باشه، چه شیعه، چه سنی، چه حوزه علمی زاهدان باشه، چه حوزه علمی عربستان سعودی باشه، قرآن میگه وابتغوا الیه الوسیله. در اینجا هم ننوشته وسیله عبادت عمل شخص. از اون طرف خود عمر ابن الخطاب صراحت داره در صحیح بخاری، حدیث 1010 میگه اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا. و همچنین در سوره یوسف آیه 97 توسل برادران حضرت برای یوسف را میگه یا ابانا استغفر لنا. در سوره نساء آیه 64 ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله. ایشون داره سبب تکفیر رو شرح میدن، میگن ما تکفیر میکنیم بدین سبب. بعد خود ایشون روایت عمر رضی الله تعالی عنه در صحیح بخاری رو قیچی میکنه. حالا با هم این روایت رو بخونیم. ان عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه كان اذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون. امیر مومنان عمر رضی الله تعالی عنه انگامی که مردم با قحطسالی مواجه می شدند از عباس عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می خواستند برای آنها دعای طلب باران کنند و می فرمود بارالله ما به پیامبر متوسل می شدیم و تو برای ما باران می فرستادی.
اما اکنون به عموی پیامبرمان متوسل می شویم، پس برای ما باران نازل بفرما. و همان بود که باران نازل می شد. ایشون دنباله روایت را قیچی کردن. اینا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا. این جمله خود دال بر این است که صحابه در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به دعای ایشان متوسل می شدند، اما بعد از وفات ایشان دیگر به وی متوسل نمی شدند، چرا که در این داستان عمر رضی الله تعالی عنه به عباس متوسل می شدند، نه به خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی اگر توسل به مردگان جایز بود، باید عمر رضی الله تعالی عنه متوسل به خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می شد. در داستان یوسف علیه السلام هم توسل برادران یوسف به دعای پدرشان که شخص زنده است می باشد، نه توسل به مردگان.